سلام، حال شما خوبه؟ آقا بنده موشکاف همچنان دارم وضعیت پتال اوزما رو رصد میکنم. وضعیت خیلی قراش میشه. یکی هوای اون یکی رو میکشه، یکی چنگ انداخته بریش اون یکی. خلاصه یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. بذارید اول از لگد پرونی باند خامنه شروع کنیم. فرار از مطالبات معیشتی مردم. ادعای انتخاباتی روحانی مبنی بر حل مشکلات در 100 روز به درازا می کشد. 200 روز، 300 روز و همینطور روزها می گذرد. نزدیک به 900 روز می گذرد. دولت که بیش از 2 سال است با حلوای توافق در ژنو و لوزان و وین و در نهایت برجام نتوانسته دهان ملت را شیرین کند، به روزهایی رسیده است که دیپلماسی قیمت نفت را به زیر $30 رسانده است. حالا 2 جمله هم از شریعت نداری بشنوید که پنبه شیخ پری رو اینجوری میزنه. تعجب آور است که آقای رئیس جمهور به جای آنکه روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آن همه وعده و وعید طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می کند. حرف این جماعت به کوسه و شیخ پری اینه که چرا فقط پک میزنی؟ چرا به جای سفره و نون ملت به شماره کفش دایناسورهای شرای نگهبان و درز عبای عظما پیله کردی؟ حالا از اون طرف بشنوید از باند کوسه که اونا هم طبق معمول عظما را از فتنه میترسونن. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: زمانی که مردم به دلایل مختلف از شیوه مدیریتی رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند، وارد صحنه مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی لحظه‌ای دست از مقاومت و ایستادگی بر نداشتند. توجه نکردن به خواست مردم در دراز مدت عواقب بدی به دنبال داشته و این امر با دین مبین اسلام نیز منافات دارد. بله، این اکبر کوسه است که میخواد اینجوری توی دل عظما رو خالی کنه و بهش بگه حواست باشه، اگه سهم ما رو ندی کار به جای باریک میکشه و فتنه ای را میفته که اون سرش ناپیداست. این اکبر کوسه که گاهن یاد خوشمزه بازی هم میفته، علاوه بر این هشدارا به خامنه جور دیگه ای هم حساب رفیق 50 سالش میرسه. یه نمونه رو تو تلگرام خود شیخ اکبر ملاحظه کنید. اگر اسب‌ها اجازه مسابقه نداشته باشند، هر قاطری به خط پایان خواهد رسید. بابا این کوسه کلی به خودش ارتقای درجه داده، خودشو کرده اسب و جماعت عظما رو کرده قاطر. خب اینجاست که آه از نهاد خامنه بلند میشه و خرچنگشو تیر میکنه که بیاد اینجوری عجلابه کنه. شما که اهانت کنید زیر مجموعتون هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا میکنن. اگر ملک ز باغ رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان درخت از بیخ. عجب بیخی میگه، 600 تا خیلی داره. معلومه قضیه خیلی بیخ پیدا کرده. فضا که غبارآلود شد زمین ساز فتنه میشه. اون وقت کی میخواد فتنه رو جمع کنه؟ هیچ کی. این فتنه است که میاد و شما رو جمع میکنه. تای خط یعنی این، بنبست که میگن یعنی این. میبینید چجوری دست همدیگر رو میکنن؟ اون میگه تو فقط حرف میزنی، اون یکی هم میگه نه تویی که فقط وراجی میکنی. حالا اصل حرف چیه؟ اصل حرف اینه که جفتشون دارن پته نظامشون رو میریزن رو آب که 37 ساله فقط حرف و حرف و حرف، اما تو عمل هرچی بوده بدبختی بوده و مصیبت. به قول دکتر هزارخانی، مرگ بر اصل و فرع ولایت فقیه. بله، شب همگی به خیر و شادی.